قرغیزستان اجازه داد که طریق حریمی هواییش هواپیماهای تاجیکستان پرواز کنند. در تاجیکستان حادثه های پیشنهادهای قلبکی تامین با کار در ساحه کشاورزی به قید گرفته شده است. نزدیک به 80 کشته و 440 زخمی از پی زمین لرزه در ترکیه. در فرودگاه کالساوی یکاترینبورگ 1 کیلوگرم و 200 گرم چهارمغز به مهاجر تاجیک مشکل ایجاد کرد. آژانسی هواپیمایی قرغیزستان از روز 3 فوریه به هواپیماهای شرکت سامان ایر اجازه داد که از طریق قلمروی هوایی این کشور به شهر ارومچی چین پرواز کند. شرکت سامان ایر نقشه دارد در خط سیر دوشنبه ارومچی دوشنبه از روز 8 فوریه تا روز 21 مارس امسال از طریق قلمروی قرغیزستان پرواز کند. همچنین به شرکت سامان ایر میسر شده است که از آژانسی هواپیمایی قرغیزستان به پرواز هواپیمای دوشنبه نوسیبیرسک دوشنبه در روز 5 فوریه طریق حریم هوایی قرغیزستان اجازه گیرد. این توافق پس از 8 ماه خونریزی در مرز تاجیکستان و قرغیزستان به میان آمده است، اما معلوم نیست که آژانسی هواپیمایی قرغیزستان به سامان ایر فقط برای مهلتی درخواست شده اجازه پرواز داده است و یا دائمی. مقامات تاجیکستان و یا شرکت سامان ایر هنوز درباره این قرار چیزی نگفتند. بعد مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرغیزستان در روزهای 28-30 اپریل، حکومت قرغیزستان ماه می با یک قرار حرکت شهروندان و عبور و مروری نقلیات تاجیکستان از داخل قلمروش را منع کرد. هواپیماها نیز از حق حرکت از حریم هوایی قرغیزستان محروم شدند. در نتیجه مناقشه در بهار سال 2022 از دو طرف 50 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. بعد قبول قرار در ماه می، یک هواپیمای شرکت سامان ایر را بعد 4 ساعت انتظاری در فرودگاه منصی قرغیزستان با 177 مسافر و خلبانهایش به دوشنبه برگرداندند. در تاجیکستان حادثه های پیشنهادهای قلبکی تامین با کار در ساحه کشاورزی به قید گرفته شده است. سفارت بریتانیا در تاجیکستان در صحیفه خود در فیسبوک شهروندان تاجیکستان را آگاه کرد که به این گونه اعلان های قلبکی باور نکنند. از جمله قلبکی بودن دعوت را می توان از آن فهمید که در آن درباره گرفتن روادید در سفارت سخن برود. این هم در حالی است که سفارت بریتانیا در دوشنبه روادید عموما نمی دهد. سفارت بریتانیا نوشته است که خواهشمندان نخست باید به مرکزهای مشورت و آماده کنی مهاجران کاری خدمات مهاجرتی تاجیکستان و سپس به مرکز روادیدی بریتانیا مراجعت نمایند که در آن برای روادید باج رسمی پرداخت می شود. گفتنی است سال گذشته باری نخست از تاجیکستان به بریتانیا یک گروهی عبارت از 126 نفر به کار فرستاده شدند. بعدتر باز 200 نفر مهاجران کاری با آن همراه شدند. زمین لرزه شدید در چندین ولایت‌های ترکیه و قسمتی از سوریه 10 کشته و صدها زخمی به جای گذاشت. تا این ساعت از مرگ نزدیک 80 نفر گزارش شده است. گفته می شود پس از زمین لرزه 7.4 بالی در منطقه پازارچکی قهرمانمرش تا ساعت 6:30 صبح فعالیت‌های امدادی در 7 استان قهرمانمرش، غازیانتپ، شنلیورفه، دیاربکر، ادنا، ادیامان و ملاتیا جسد 76 نفر از زیر ویرانه‌ها بیرون آورده شده و 440 مجروح تحت درمان قرار گرفتند. مرکز مقابله با حادثه‌های فوق‌العاده ترکیه در اظهارات خود نوشته است زمین لرزه به بزرگی 7.4 بالی ریختری در ساعت 4:17 بامداد امروز در منطقه پازارچکی استان قهرمانمرش رخ داد و تا ساعت 6:30 صبح 42 پس لرزه رخ داد که بزرگترین آنها 6.6 بال بود. شدت این زمین لرزه در استانهای اطراف به ویژه در هاتای، عثمانیه، غازیانتپ، شنلیورفه، دیاربکر، ملاتیا و ادنا به شدت احساس شده است. تمام یگانها، مؤسسات و نهادهای تحت فرماندهی و مرکز مقابله با حادثه‌های فوق‌العاده ترکیه به حالت آماده باش کامل درآمده اند. در فرودگاه کالساوی یکاترینبورگ با 1 کیلو 200 گرم چهارمغز یک مهاجر تاجیک را بازداشت نموده گفتند که چهارمغزش خطرناک است
و به طلبات راسل خزندزار جوابگو نیست. این چهارمغزی به مقدار کم که شاید توشه راهی مهاجر بود برایش درد سر ایجاد کرده است. با واهمه خدمات مطبوعاتی راسل خزندزار در سایت رسمیش در این باره خبر داده نوشته است که هنگام نظارت از بالای محصولاتی تنظیم شونده در بغاج مسافرانی که از جمهوری تاجیکستان می آیند 1 کیلوی 200 گرم چهارمغز خطرناک آشکار کرده شد. چهارمغز مصادره و نابود کرده شد. راسل خزندزار افزوده است حالا برای واردات محصولاتی تنظیم شونده در بغاج دستی و بغاج مسافرانی که از آذربایجان، تاجیکستان، مولداوا و ازبکستان و اوکراین می آیند محدودیت های موقتی جاری شده است. قرار در رابطه با آشکار شدن منتظم ابیکت های کرانتینی برای فدراسیون روسیه گرفته شده است.